وقتی تاجر عزیز ما زکات را میدهد این فکر نکند که من در ماه مبارک رمضان به اندازه 1 لک افغانی زکات دادم، باید 2 لک افغانی از مردم دوباره بگیرم به عنوان فایده. این اخلاق دینی و اسلامی یک فرد تاجر امین و تاجر صدیقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیف کرده است نیست. این را باید متوجه باشیم. حضرت عثمان وقتی که در مدینه منوره قحط سالی آمد چگونه به همراه مردم برخورد کرد؟ تاجرها آمدن گفتن که یکی گفت من چند برابر فایده میدهم، یکی گفت چند برابر فایده میدهم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمود من کسی را سراغ دارم که از اینها همه بیشتر فایده میدهد، او 700 برابر. تاجران حیران شدند که چه کسی است که 700 برابر فایده میدهد. حضرت عثمان همه مال را در بین فقرای مدینه تقسیم کرد و فرمود الله متعال 700 برابر ثواب میدهد. این فکر را باید در ذهن خود، این عقیده را باید در فکر خود جای داد که ما در بحث روزدار بودن و روزه داشتن تنها مسائل حقوقی را مراعات نکنیم، خیلی بیشتر، چون الله متعال به همراه شما در بحث روزه معامله نمی کند، معامله سوزن به سوزن به همراه شما نمی کند. الله می فرماید تو روزه را برای من گرفتی و من هر چی که ثواب باشد برای تو میدم به غیر حساب. و تو هم باید در بحث روزدار بودن سخاوت تو به غیر حساب باشد، اخلاق تو به غیر حساب باشد، روزه تو به غیر حساب باشد، خورد و نوش خود را منع کردن به غیر حساب باشد.